سلام و درود به همه هموطنای اشرف نشان. سلام به اونایی که دیروز تو پاریس اساسی درخشیدن. آقا واقعا دست مریزاد، عجب حالی از شیخ گرفتی، عجب تظاهراتی بود. جمع موشکافات جمع بودن و حسابی گل کاشتن. تدارکی دیدیم که تیویریش مجبور شد به پیشواز تظاهرات بره. اما عده‌ای از عناصر گروهک تروریستی منافقین امروز در پاریس هنگام ورود رئیس جمهور کشورمون به فرانسه در اعتراض به سفر آقای روحانی تجمع اعتراضی برگزار کردند. اوزما همینجوری داره خط قرمزای خودشو لگدمال میکنه. البته چاره‌ای هم نداره. وقتی این خبرها آنتن با آنتن داره میچرخه و دنیا رو پر میکنه، خب آخونده هم مجبور میشن انعکاس بدن دیگه. خبرگزاری آسوشیتد پرس 7 بهمن: اعتراضات در مقابل وزارت خارجه فرانسه صورت گرفته است. برخی فریاد می‌زدند روحانی دیکتاتور، مرگ بر روحانی. آفرین، 100 آفرین به اونایی که فریاد زدن. حقا که با فریادشون عمامه شیخ فری رو زدن اساسی پریشون کردن. وسط تظاهر المئات من المعارضة الإيرانية. تلویزیون العربیه، اپوزیسیون ایران و جنبش مجاهدین خلق قبل از رسیدن حسن روحانی به فرانسه که از ایتالیا میآید اقدام به تجمع اعتراضی کردند. وخصوصا حالات الإعدام التي نفذت في عهد روحانی. بسیار خوب. این از تو دهنی اول که سفر پاریس رو به کام شیخ فری تبدیل به زهر حلایل کرد. اما حالا بریم ببینیم از این سفر چی گیر شیخ فری اومد. آخوند شیاد دنبال این بود که با کلید اروپایی‌ها قفل تحریم رو باز کنه و رو زخمای نظامش پماد فرانسوی بماله. اما بازم بزبیاری آورد. همزمان با سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه، پاریس از اتحادیه اروپا خواسته است تحریم‌های جدیدی علیه رژیم ایران به بهانه انجام آزمایش‌های موشکی اعمال کند. داستان همون خر دوم بریده است که رفت یکی براش دومشو بدوزه، اما زد گوشاشم برید. رئیس جمهور فرانسه به خاطر سرو شراب قید ضیافت با روحانی رو زد، اما تو ملاقاتش جام زهر حقوق بشر واسه شیخ فری سرو کرد و به این ترتیب یه بدبختی دیگه هم به لیست سوغاتیای شیخ فری اضافه شد. اصطدمت زيارتا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى روما وباريس خلال جولته في أوروبا اصطدمتا بتحفظ شعبي. استطلاع رأي فرنسي كشف عن أن النصف الفرنسيين لا يرحبون بقادة وصفوهم بالمستبدين في إشارة إلى الرئيس الإيراني، وأن 8 فرنسيين من أصل 10 طالبوا رئيسهم فرانسوا أولاند بإثارة قضايا حقوق الإنسان مع نظيره الإيراني. همونطور که می‌دید ما راجع به موضوعات زیادی صحبت کردیم و این اساس کار فرانسه است در واقع، و فرانسه به حقوق بشر اهمیت داره و برای آزادی احترام قائله برای همه کشورها. تیویریش دنبال این بود که یه جوری تلافی این سیلیا رو در بیاره و تو یه مصاحبه با رئیس جمهور فرانسه حسابی دقدلی خالی کنه. اما وقتی دومینوی پس کردن یا شروع میشه دیگه متوقف بشو نیست. به رغم همکاری‌های مقامات ایران با خبرنگاران خارجی، کاخ الیزه برای دومین بار درخواست مصاحبه خبرگزاری صدا و سیما با فرانسوا اولاند را رد کرد. قرار بود در این مصاحبه سوالاتی درباره روابط دوجانبه، اجرای برجام و تعهد غربی‌ها به مفاد آن، سیاست‌های فرانسه در منطقه، میزبانی فرانسه از مجاهدین در پاریس و سیاست‌های دوگانه فرانسه در بحث حقوق بشر پرسیده شود. موشکاف امشب و با درود و سلام به هموطنای تظاهرات کننده پاریس شروع کردیم. آخر داستانم دوباره برمیگردیم به همونا.
از هر حرف و انعکاسی که بگذریم ته خط خودمونیم و کس نخارد. واقعا دست مریزاد عالی بود. این یکی جای 1000 تا تبریک داشت چون بدجوری کاسه کوزه شیخ پری رو چپ کرد. تا فردا شب خداحافظ شما.